باریکلا امیر، من از اول میدونستم امیر منطقیه. من به پویش منطقی نیست میپیوندم و میگم که میدونم منطقی نیست که کشوری که لبنبه طبیعی غیر طبیعی است 60-70% مردمش خطی فقط توشون باشه و زمستون گاز نداشته باشه، تابستون برق نداشته باشه، آبم یخته داشته باشه، کلا اونم برم میساقی بخوره. منطقی نیست. منطقی نیست سرانه گوشت انقدر پایین باشه که آب گوشت هر 6 ماه بار بخورن، اونم به چه صورت؟ آب گوشت. یعنی گوشت رو به قیدی قرعه تقسیم کنی بین مردم. منطقی نیست حقوق باشه 8 میلیون، کرایه خونه باشه 6 میلیون. منطقی نیست. منطقی نیست که یه نفر که وقتی میخواد انگلیسی صحبت کنه انگار دستگاه آب هویجگیری روشن شده که ایران و حتی همون ابندنی که 90% ایرانی‌ها تو کتاب 504 خوندنم نخونده بشه وزیر امور خارجه. منطقی نیست. منطقی نیست که سطل آشغال‌های یک کشور بیشتر از مسئولینش شغل ایجاد کرده باشن. هر سطل آشغال ببینید تو کله توش است دارن نون در. منطقی نیست. منطقی نیست پرایس 300 میلیون باشه 400 میلیون باشه. تو کشورهای دیگه اسرائیل رایگان عمل میکنه، یعنی دیگه پول نمیدی 400 میلیون که بری بیمیری. منطقی پس نیست. البته شما میگوی منطقی نیست، ما میگوی منطقی نیست، وگرنه شما بگو منطقی، ما میگوی منطقیه. به خدا که منطقیه. مرسی، زهر مار به ما.